بگم اینجا تو آمریکا توی های اسکول و توی دانشگاه وقتی ساکسیفون میزنی مثل همون لامبورگینی عمل میکرد، دخترها همشون عاشقت میشدن چون که ذهن قوی داشتی. آره مثلا میگه یارو میره حتما کارش. یه چیزی که طور دارم اینجا باید صحبت بکنم، شاید 4 نفر اینو یاد بگیرن به درشون بخوره. آقا شما میدونی که این آکتین روی بنزین که میذارن 87 89 91 93 کاملا مزخرفه؟ یعنی اینو من چون واسه بچه‌ها توضیح میدم مزخرف نیست، ولی اون عددهایی که میگن هیچ وقت درست نیستش، میدونی؟ نه و واقعا من روی این حساب میگم که مثلا دیدی میگن سوپر بزن، میگه مثلا من ماشین میبرم بعد میگه وا سوپر نمیزنی تو که پول داری. میگم آخه چه ربطی داره؟ این واسه یه چیزیه که آکتن واسه چیز انفجار موتوره، تمیزی نداره. بعد یه کمپانی اومد اینو ریسرچ کرد، میگه ماشینایی که سوپر نمیخوان وقتی سوپر میزنن باعث میشه آلودگی تولید کنن، چون موتور 100 میل بنزین میخواد که این 100 میل باید مثلا 1000 جول انرژی بده. وقتی تو آکتنشو میبری بالا 100 میلو که میزنه 1100 تا انرژی میده، برای همین نمیتونه اون آتیش بزنه، نه جاشو داره نه اکسیژن داره. واسه همین اتفاق میفته 10% از بنزین نسوخته از اگزوز میره بیرون و تمیزم نمیکنه. خیلی‌ها میگم یه باک مثلا سوپر بزنیم رو بنزین معمولی که سیستمو تمیز کنه بیا. این هم از همون باورایی که تو ایران فکر کردم به آدما میگن. اول از اینکه یک گندی در اومد که ببخشید به حرفت رفت پتروکانادا، خب خیلی اینجا بزرگه دیگه، بزرگترین مثلا پمپ بنزین کاناداست. رفت به شل و بقیه جواب ندادن، یعنی گفتم بیا اینترویو، گفتم ما اینترویو نمی‌کنیم. پتروکانادا اومد اینترویو کرد، بعد بهش گفتش که چرا اسم اینو گذاشتین سوپر کلین، اسم اینو گذاشتین رگولار، اینو گذاشتین معمولی، اینو گذاشتین خدای تمیزی. خب من اولاق که میام اونجا خب من فکر می‌کنم خب این بهتره دیگه، چرا این کارو کردی؟ جوابش خیلی قشنگ بود، گفت ما وظیفه نداریم برای شما ریسرچ کنین، هر کسی باید ریسرچ خودشو بکنه. یعنی قشنگ گفت آقا ما چرت و پرت میگیم، اگه تو اولاقی گوش میدی خب به ما چه، به ما پول اضافه بده. و من میبینم که بچه‌ها میرن ماشین مثلا هوندا سیویک یا داره و سوپر داره توش میزنه، من میگم آخه پسر خوب، نه ماشین تو کمک میکنی، نه هوا رو کمک میکنی، نه جیب تو کمک میکنی، فقط باور احمقیت تو کمک میکنی. خب چرا بیای بیرون دیگه؟ من گفتم اگه من بحثو با تو بکنم بهترینه، چون یعنی که میگه سهیل گاوه، ولی یه نفر که 50 تا ماشین داره دکتر شعور داره دیگه، این آدم باید بفهمه دیگه. نه بابا این چیزا نیستش، کاری به دکتر و مهندسی اینا نه، چیزایی که تجربی هستش و چیزایی که جزء همون باورهای آدم هست. ببین اکتان بالاتر به خاطر این هستش که درجه احتراق بالاتری رو میشه، یعنی ماشین هایی که های پرفورمنس هستن کمپانی سجست میکنه نه فورس بکنه، به شما میگه که آقا از این نوع بنزین بزن که وقتی که ماشینت رو یعنی تخت گاز میخوای بدی چیز حرفا، اون در درجه بالاتری اون انفجار انجام بشه و بعد اون به خاطر انفجار انرژی بیشتری به ماشین بده که مثلا ماشین تندتر بره. خیلی از این ماشینایی که اینجا نشسته اگر موتور توربو روش مثلا باشه، در باکی که باز می‌کنی نوشته پریمیوم ریکامندد یا مینیمم اکتین. حالا یه چیزی هستش که خیلی وقتا یه شرکتی بود کانیکو فیلیپس که توی آمریکا بودش، گندش در اومد که تو بعضی از پمپ بنزیناش که میرفتی 40 اکتن همش یه بنزین بود که میومد میرفت تو ماشینت، ولی پول گرونه رو ازت میگرفتن. یعنی خود پمپ بنزینیام اینجا چون شخصی هستن میتونن این کارو بکنن، چون یه لوله است میاد، خب کجا میدونی این وصل میشه به سوپره یا به اون یا چیز. حالا گفتن این یه دسیسه‌ای بود که مثلا کمپانی شل راه انداخته بود که آدما رو مجبور کنه این کارو بکنه، ولی ماشینایی که معمولی هستن و حتی مانیفکتچر بهش نگفته باشه، شما اصلا به موتور کمک نمی‌کنید، باعث میشه که درجه حرارت موتور بره بالاتر و کاربن بیلد درست بشه یا سر شمعای ماشینتون. خب و اینکه خیلی اعتقاد دارن که آقا مثلا 10 تا باک بنزین معمولی بزن، یه باک سوپر بزن، میشوره میبره همه رو. اصلا همچین چیزی نیست. یه ادیتیوای یعنی ماده‌های شیمیایی هستش که شما هر چند بار میتونید بریزید توی باک بنزینت یه بنزین زدی و این کارش تمیز کردن هستش و هیچ ربطی هم به اون اکتاین نداره. بحثش طولانیه، ولی اگه بخوام واقعا چیز کنم نه اصلا مجبور نیستی شما بنزین فرض کن یه مینیمم اکتینی هست که باید بزنید. مثلا اینجا 87 تو آمریکا، در ضمن میدونید جای مختلف دنیا اینا فرق میکنه. ما تو آمریکا 3 تا گرید بیشتر نداریم، یه جایی مثلا حتی زیر 87 85 هم مثلا دارن که دیگه اون مثلا دیگه پایین‌تر میشه. آره مثلا تو اروپا ما اینجا 91 داریم، اونجا 93 دارن، یعنی دیگه خیلی مثلا خفنه.
آره 93 یا از 93 بالاتره. ما اینجا 93 داریم. منظور این که فرق میکنه برای جای دنیا. چرا؟ حالا یه قسمتی از مارکتینگ چجوری این بنزین رو قیمت بندیش کنن و بفروشن و اینا همون بنزینه. یعنی یه کارخونه جداگونه نیستش که بنزین با اکتان بالا رو میزنه و اون مواد شیمیایی که بهش اضافه میکنن باعث میشه که اون یکی یه ذره اکتانش بالاتر باشه، اون یه ذره مثلا توی باشه. گس استیشن آمریکا دیدم یه چیز میفروشه قرمز زده، مثلا اگه آره تو بکنی 95 اینا بریز توش، دو تا بریز میشه 97. دقیقاً یا اینکه باید خودت بخری چیز بکنی. ولی منظور این که اگه من یه ماشین خفن داشته باشم، مثلا موتور خیلی حساس و چیزی داشته باشه مثل موتورهای فراری مثلا، خب که این باید اکتین بالا بزنه، چون موتور اصلا روی آر پی ام بالا هستش که اصلا اون پرفورمنس خودش رو خیلی نشون میده، یا خیلی از بی ام و یا خیلی از بنزا. منظور این که پول ریختن دوره و نظر من حتی یه چیز وسطی هم داره، مثلا بین 87 تا 93 مثلا اون که اصلا از دو تا لوله میکشه قاطی میکنه. اونم میگفت این کار احمقانه تره. یعنی من تو تازه میگفت هیچ وقت اون انتخاب نکنیم. میگه 87 اگه میخوای احمق باشی دیگه 91 بزن. میگه اون دیگه 89 خیلی احمق، اون دیگه حماقت محضه. آره من فکر کنم یه ویدیو هم هرچه راجبش درست کردم. آره خود یارو هم که داشتن توضیح میداد کوروت داشت، میگه من تو کوروت هم همیشه همون 87 پایین ترین رو میزنم، مگر اینکه بخوام برم ریس بندازم. اگه بخوام برم ریس بندازم یه کاری بکنم، آره میرم اونجا 93 میزنم، تازه یه دونه هم اضافه هم میریزم توش بتنم بشه. ولی اصلا ریسین فیول هستش که خیلی هم گرونه، هر گالونیش $14 مثلا. از یه جای خاصی هم پمپ بنزینا نیارم برای ماشینایی که برای ریس و برای ترک هستش، ولی باز اونم موتورت باید بتونه اونا هندلش بکنه. یعنی توی موتور مثلا بریزینو توی سیویک مثلا ممکنه خرابش هم بکنه مثلا ماشین. آره این برای 87 و 89 و 91 و 93 میگفتش که ماشینا از سال 2002 به بعد اگه اشتباه نگم، میگفت ماشینا از سال 2002 به بعد توشون یه دونه چیپ گذاشتن که آکتین بنزین رو میخونه. بعد میگفت وقتی موتوری که دیزاین شده، مثلا میگفت مازراتی دیزاین شده که 420 تا اسباب خار تولید بکنه، ولی وقتی که تو میای توش 87 میزنی به جای 91 یا 93، اینو میخونه و هورس پاور ماشین رو از 420 میکنه مثلا 360. میگفت دیگه به خاطر همین نه ماشین رپ میزنه، نه مثلا قدیما اگه تو بنزین تو مخصوصا بی ام دبلیو اگه بنزین معمولی میزدیم موتور ریپ میزد چون کم می آورد اون قدرتی که میخواست نمیتونه تولید کنه. میخواست 400 هورس پاور تولید کنه، 360 بیشتر نمیتونه بگیره، اون 40 تا این تکون رو تولید میکرد. الان یه چیپ هست میخونه تا میخونه میاره پایین هورس پاور، میگه آقا از این موتور میشه و دیگه تو اون رپ هم مشکل نداری. یعنی کسی اگه تجربه داره یا یکی باباش بهش گفته ببین موتور بذاری دیگه خاطر مونده واسش 20 سال این کار نمیکنه، این از 2010 بعد عوض شده. واسه می‌خواستم اینم 2002 به بعد عوض شده. اصلا یکی اومده و یه تحقیقی کرده، فکر کنم تو ایران هم بود، که چقدر مثلا شما پول اضافه میدی به فکر این که دارن بنزین سوپر میزنن ولی در نهایت داری پولتو میریزی دور به خاطر اینکه و هوا رو بنزین رو مثلا بعد انجام بده. آره البته داستان ایران فرق میکنه، چون ایران به خاطر مشکلاتی که داره مثلا پالایش نفت خیلی بنزین سرب هم داره توش، سرب هم داره. بعد اومدن یه بنزین عجیب غریبی درست کردن که استایروفوم توش آب میکردن، یه چیز اصلا تو ایران بری نمیدونم دفعه آخر کی رفتی از ماشین بنزینی از کنار رد میشه بو کثافت میده. یه بنزیناشون هستن یا به خاطر سوخت بعد ماشین، یعنی کاملا اون احتراقه انجام نمیشه، ولی بعد گفتن اصلا مرغوبیت خیلی از ماشین‌های آلمانی که خراب میشه تو ایران به خاطر بد بودن کیفیت بنزینه. ولی در آمریکا و کانادا من با حد کاملا موافقم، یعنی واقعا مگه اینکه توی ماشین خیلی خفنی داشته باشی و مجبوری اون بنزین گرونه رو بریزی توش. دمت گرم. حالا فقط یه چند تا سوال خصوصی ازت بپرسم. ما همیشه سه سوال میپرسیم و دلم میخواد اگه بشه تو همین ویدیو هم پخش بشه برای عکس ادیتور. اینو نمیخوام بره تو ویدیو آینده چون به نظر من باحالش اینه که زودتر اینا رو در ضمن چیز بگم، یکی از چی میگن بی شیله پلی ترین ویدیوهایی که من با یه نفر دیگه گرفتم، چون معمولا همیشه سعی می‌کنم خیلی بچسبم به چیز، یعنی حرفایی نمیدم، حتی فوش و مش ندم، نمیدونم حرف از ببخشید کون یکی نزنم اینا، ولی با شما احساس راحتی کردم و حالا سوال خواستم بپرس ببینم چیه. نه سوالم خیلی خوبه، یعنی چیز نره، ولی من واقعا پوینتم همینه. یعنی من میخوام همیشه به آدما میگم آقا بیا اینجا راحت باش، هیچ نوع داستانی نداریم، نه کسی رو میخوایم پوش کنیم، نه به کسی بدهکاریم، نه پولی داریم اون ور میشه. این فقط عشق به قول معروف و این کارو به نظر من حداقل اولین کسی هستم که دارم توی پادکست ایرانی میکنن، چون همه یه دونه
اجندایی دارن، حالا نباشد اجندا، یا میگه من میخوام راجع به ماشین فقط حرف بزنم. الان چرا ما داریم راجع به کفش صحبت میکنیم؟ من کفش میفهمم. من میگم کفش از به قول از اسکپتیک تا دختر 20 اونلی فنز صحبت میکنم دیگه. دقیقاً رنگین کمان رو کامل کردم. اسکپتیکو چجوری راضی کرده بیاد حرف بزنه؟ خیلی باحال بود. ولی اسکپتیک ببین جالبیش هم اینه چی بود؟ تو مهار بودی روی، چون معمولا اسکپتیک کسی باش نمیتونه حرف بزنه، جونوری، یعنی اصلا همیشه رشته کلامو میدوزه. ولی مصاحبه تو برام، حالا بی خودی نمیخوام بهت کردیت بدم، ولی جالب بود برام که تو داشتی ران میکردی شو رو. میدونی چرا میگم؟ یعنی هی تا میومد اون بزنه جاده خاکی، تو یه حرف دیگه میزدی. برام جالب بود. اینو خیلی‌ها بهم گفتن، یعنی اسکپتیکو خیلی‌ها باهاش حال کردن. اسکپتیک هم خیلی آدم خوبیه، یعنی بعضی موقع من مسیج میزنه، مثلا حال میپرسه، من حالش میپرسم، آدم مشتیه. ولی خب چون نمیتونم بشناسمش، نمیدونم کیه فلان. اولین باری که باهاش مصاحبه کردم خیلی جالبه. اولین باری که ما مصاحبه کردیم با اسکایپ به هم وصل شدیم، بعد گفتش که خب پس من ویدیو رو چه اختیار روشن کنم؟ بعد بگم که اسکپتیک شما خودتو به کسی معرفی نمی‌کنی، نه با ویدیو تو روشن کنی. ای راست میگی، حواسش نبود. همینجوری فکر کنم با رفیقش تصویر گذاشته، گفتم نه گذاشته من. بعد یه کاری هم که کردم خیلی خودم دوست داشتم، اذیتش کردم خیلی سیستماتیک. اما چون من باش 4 تا ویدیو دارم، 3 تا ویدیو باش دارم. اگه اولین ویدیو رو نگاه بکنه کسی، اگه بچه‌ها میتونن بزننش اینجا لطفاً. توی اون ویدیو برمیگردم بهش میگم که اولش که شروع میشه میگم این اسکپتیکه، هیچکی نمیدونه کجاست، هیچکی نمیدونه چند سالشه، هیچکی نمیدونه چی کاره هست، زنه مرده. بعد اینجا یه گفت نه دیگه میدونن مردم. خیلی اینش خوب. آره من آدم اینتلیجنت، آدم خیلی باهوشی، خیلی باسواده. آره من خدایی خیلی پر انگار داری با گوگل بحث میکنی، با حرف میزنی. واقعا. و من واقعا لذت می‌بردم از حرف زدن باهاش، چون ازش یاد میگیرم. اینجوریه که مثلا می‌خوام باهاش برم بحث کنم، ببینم کی قوی تره، کی کلش وایتره. من ازش یاد میگیرم. بهترین کتابی که تو زندگیت خوندی؟ بهترین کتابی که تو زندگی چند تاست، ولی Thinking Fast، پدر فقیر پدر پولدار. همین الان چقدر پول در حساب بانکی داری؟ شت میدونم. همه حسابامو رو هم دیگه جمع کنم فکر کنم نمیدونم نزدیکی 1 میلیون خورده مثلا. اپ مورد علاقت تو گوشی چیه؟ اپ مورد علاقم تو گوشی گاراج بند هست، چون من موزیکم کار میکنم، کار مثلا میکسینگ موزیک و اینا گاهی وقتا انجام میدم. آره. به چه چیزی اعتیاد داری؟ به چه چیزی اعتیاد دارم؟ الان فکر کنم به سوشال میدیا، به اینستاگرام، ولی ماشین، کلا راجع به ماشین نگاه کردن، ویدیوهای ماشین. بهترین حالتی که میتونی تعطیلاتتو بگذرونی چطوریه؟ من معمولا کنار دریا و ساحل خیلی دوست دارم. همسرم مال کوستاریکا هست، اونجا خیلی وقتا میریم، خیلی خوبه. اگر یک زن بخواد تو رو به دست بیاره بعد چیکار کنه؟ یه زن بخواد منو به دست بیاره، من زنای قدرتمند خوشم میاد، زنایی که چه استقلال فکری هم. ولی از اون طرفم 2-3 بار امتحان کردم، دوست دختر داشتم دهنمو سرویس کردن. اگه بخواد زیاد تو کارم فضولی نکنه، همین. زیاد این کارو بکن، اون کارو نکن، نمیدونم این بده اون بده. هر کسی کارو، منم همون کارو با اون میکنم، کاری به کارش ندارم. این خیلی به نظر منم مهمه. برعکس اگه براتون مهمه، اینم به نظر من خیلی مهمه. منم واقعا یکی از چیزای موفقیتی که بین من و خانمم هست اینه که سعی میکنیم به هم کاری نشه باشیم. بالاخره از ما گیری میدی، ولی مثلا من میاد خونه میگم آقا الان دلش میخواد اینطوری باشه، ولش کن، بذار این باشه. میخواد الان این کارو کنه، همسایت ایرانی نیست، درسته؟ ایرانی نیست. نه روسه. منم همجا منم ایرانی نیست. خیلی خوبه، خدا وکیلی. ژانرهای فیلم مورد علاقت چیه؟ ژانرهای فیلم مورد علاقه، من فیلم‌های اکشن خیلی دوست داشتم یه زمانی. الان چسبیدم به داکیومنتری، فکر کنم پیر دارم میشم، نمیدونم چرا. آره داکیومنتری خیلی حال میکنم. منم اون راه تو دارم. بهترین فیلم یا سریالی که تو زندگی دیدی کدومه؟ من خیلی نگاه میکنم. ببین شاید بهترین فیلمی که دیدم گادفادر بوده مثلا، چون دوست دارم واقعا، همیشه برام خواهد چند صد بار دیدمش. خب
اگه بگم من ندیدم فوشم میدی؟ نه خیلی باحاله. من همیشه از ایتالیا و نمیدونم مافیا و گنگ و منم من دوست و این دارم. خیلی خوشم میام. ما این یارو گادفادر رو 20 دقیقه اول فیلمو شاید من تا حالا 60 بار نگاه کردم. یعنی 20 دقیقه اول نمیتونی ادامه بدی. آره میتونم واسه الان اجرا کنم. اولین شات از یه خونه است شروع میشه، بعد کوچه نشون میده، بعد دارن پارتی میکنن، بعد یارو میاد گادفادر صدا میکنه، میرم تو اتاقش میگه تولد دختر من فلان، یعنی عروسی دختر من. تمام فیلمو تیکه که پلیسا میان همه رو واسه نیم ساعت اولو حفظم. بعد نیم ساعت حالا ندیدم، بعد انقدر اون نیم ساعت اولو دیدم نمیتونم بشینم بقیه فیلم نمیتونم، یعنی بشینم انقدر اولشو نمیخوام ببینم، خسته میشم. اگر نیم ساعت برم جلو احساس میکنم هر فیلمو ندیدم. توی یه دونه حلقه احمقانه گیر کردم. این فیلم گادفادر ما هنوز ندیدیم. خاک بر سرم. آره نه من گادفادر خیلی دیدم، دوست دارمش. تا حالا شاید 5 نفر بهم جواب دادن بهترین فیلمشون گادفادر. تنها چیزی که بدون اون نمیتونی زندگی کنی چیه؟ که میتونم الان بچه‌هام فکر میکنم. قبلش من فکر کنم اگه زندگی آدم جهت نداشته باشه، پول در نیارین، با زندگی کردن فایده ای نداره. ببخشید خیلی جواب احمقانه و مادی هستش، ولی گول نداشته باشم آدم یعنی انگیزه نداشته باشم به نظر مثلا زندگی چیز. خیلی آدم هم هستن که ندارن. الان پرایوریتیم خانواده‌مه، ولی قبلش فکر کنم که یه روزی اگه من بی هدف باشم، یعنی هر روز میزنم از خونه بیرون، حتی شده بخوام برم سپر یه ماشینم واکنم، این تو ذهنم هستش. ولی اگه تو هوا باشم پس انگیزه فکر کنم، انگیزه یا هدف. با چه کسی بیشتر درد و دل میکنی؟ دوست صمیمی دارم که همکارم بوده از قبل و پدرم بیشتر، ولی اونم دیگه در یه حدی، چون میترسم چه خاطر سنش ناراحت بشه. فکر کنم دوستم اسکات که یه پسر آمریکاییه که با هم سالها دوست هستیم، از همه بهتر. دم اسکات گرم. اگر پول هدف نبود و موفقیت تضمین شده بود چه شغلی انتخاب میکردی؟ موزیسین میشدم. آره. احمقانه ترین کاری که تو زندگی انجام دادی چی بوده؟ احمقانه ترین کاری که خیلی کار احمقانه انجام دادم ازدواج یکیشه. احمق سوال سختیه، نمیدونم چیز ایراد نره کدوم دوره از زندگی باشه، میتونه نه حتی میتونم بگم نمیخوام بگم، هر کدوم خود همش اوکی. فکر کنم ببین خیلی به نظر چیز میاد، خیلی استریوتایپ و مسخره میاد، ولی الان که پدر مادرم سنشون رفته بالا، گاهی وقتا حس میکنم گاهی وقتا که دلشون رو شکوندم و نیست پدر مادرم هم اینجا نیستن، ناراحتم میکنه. اگر کار احمقانه خیلی انجام کارایی کردم که آبروم رفته تو جوونی. مثلا یه بار شب مثلا لخوا شدیم رفتیم وسط خیابون اینجا تو آمریکا، مست نمیدونم فلان، پلیس گرفتمون، اصلا حالیمون نبود این چیزا رو. خب ولی الان خیلی بخوای عمیق نگاه کنی وقتی پدر مادرم میرن، آره چه خیلی آموزنده بودم، میگم خیلی حال داد. الگو تو زندگی کیه؟ الگوم تو زندگی، من هی الگوهای متفاوتی انتخاب کردم واسه خودم تو زندگی. یه زمانی مثلا فکر کردم میخوام مثل بابام بشم، بعد دیدم نه بابا از بابام خفن ترم هستش. یه آقایی بود به اسم، من اینوشون از نزدیک دیدم، به اسم مهندس هوشنگ سیحون، نمیدونم شنیدی اسمشون، یکی از آرشیتکت‌های خیلی معروف بود، با ما دوست بود. ایشون رو دیدم یه زمانی خیلی تاثیرگذار بود. بعد اینجا که اومدم بیرو دربسی عاشق استیو جابز بودم، یعنی همیشه فکر کردم که این آدم مثلا منم دیوانه استیو جابز بودم. آره. و این آدمای خاصم خیلی زود میرن متاسفانه. برام خیلی جالبه ببینید که آدمایی که از هیچ جا میان به یه بچه چه میگن اداپتش کردن بیاد اینجوری چیز کنه، چه حرکتی توی عمر کوتاه اینقدر از خودش چیز بزرگ گذاشت که ببینید یه آدم 100 سال کار میکنه وضعش هم خوبه. بابا حرومزاده آیپد و 1980 کشیده، یه دقیقه این فکر کن. unbelievable. آره میدونم خیلی یا اگه من فکر میکنم استیو جابز بود الان اینقدر ایلان ماسک شلنگ و تخته نمینداخت. اون خیلی کارش درست بود، چون واقعا با هم رفیق میشدن اتفاقا. آره یا واقعا با هم رفیق میشدن. اولین بار چه زمانی عاشق شدی؟ اولین بار من فکر کنم 16 یا 17 سالم بود عاشق شدم. و جالب این عشق هیچ وقت بیانش نکردم و بعد چند سال بعد وقتی که حتی زن داشتم دوباره این آدم اومد تو زندگیم، ولی خب ولی بهش گفتم و اینقدر به خودم الان میبالم که
حداقل من برای اون آدم گفتم، هم اون شوهر داشت هم من زن داشتم اینا، ولی گفتم من این و جالبه یک یادگارایی از اون آدم داشتم میومدم آمریکا، برام یه نوت نوشت گفت امیدوارم موفق بشی، امیدوارم یه روز برای دیدنت مثلا بتونیم وقت بگیریم. همه اینا رو من 30-40 سال نگه داشتم با خودم. نه اینکه تو فکرم، این بعضی آدما مردا هم فقط آره و خیلی هم خوب برخورد کرد اتفاقا، مثلا با اینکه دختره مثلا ایرانی و بالاخره اونم همسن خودم بود اینا، و حس میکنم که اگه یه روزی مثلا ازدواجم بشه امیدوارم این آدم مثلا باشه که بتونم برم باش زندگی کنم. ازدواج که یه چیز مسخره و اوورریتی نه میفهمم، وقت تو با اون بزنی. میخوای آخرین حرف زندگی چی باشه؟ آخرین حرف زندگی بابا بی ام و خوبه. افتادی پسر سرد پسرم بابا چی بی ام دبلیو خوبه. میدونم این حرفا خیلی به خدا. میدونید چیه آخرین حرف رو اگه بخوام به کسی بزنم بگم آقا هر چی دوست دارید برید دنبالشو. ببین من یه آدمیم که رفتم خودم رو سرویس کردم، درس خوندم، مدرک گرفتم، حالا دستامو بهت نشون بدم باور نمیشه، پینه زده مثلا آچار میگیرم دستم فلان. هیچ خری این کارو نمیکنه، ولی من با این داستان حال میکنم. یه رفیق دارم اسمش از جورج، پدر مادرش به زور فرستادش اسپانیشه، مال ماجونا، وکیل شده. خب 10 سال هم وکالت کرد، الان عکاسی میکنه، پا میشه مثل دیوونا، دوربینو برم در این لنز گندا. یه مدتی عکس از دخترای مدل و لخت و اینا میگیره، گفتم حرومزاده تو فقط به خاطر اینا هستی. بعدم نه، این عشق عکاسی این بچه. بگو آقا حال نمیکنم با وکالت، گذاشت کنار، مسافرت میکنه تو کوه کمر، این لنز یه مورچه میبینه زوم میکنه مثلا اینجوری روش که باید بری دنبال عشقت. و همین رو فکر کنم آخرین حرفم بشه، با عشقتون زندگی کنی، با اون چیزی که دوست داری. غذای مورد علاقت تو کودکی چی بوده؟ اوف، ماکارونیایی که مادرم درست کرد و ماکارونیایی که تعدیق داشت. الان چی؟ الان تو سه تا غذای ایرانی بگم. خب همه ایرانی هست مورد علاقه من. مثلا من سوشی هم خودم. نه من سوشی زیاد دوست ندارم. من غذای ایتالیایی خیلی دوست دارم، بیرون لباس میگم هر نوع پاستایی بذاری جلو من خودم پاستا دوست دارم، گاهی وقتا درست میکنم. غذای ایتالیایی. آره. اگه میتونی در هر جای دنیا زندگی کنی کجا رو انتخاب میکردی؟ اسپانیا. منم اسپانیا. دوست داشتی نواختن چه سازی بلد بودی؟ پیانو رو بهتر یک ذره میزدم. من موزیک ایرانی یاد گرفتم، سنتور خب میزدم، و بعد ساکسیفون یاد گرفتم اینجا توی دانشگاهمون میزدم، ولی پیانو رو دوست داشتم به قدر عالی یاد بگیرم. من همیشه عاشق اینم که یکی پیدا کنم ساکسیفون بزنه که بهش بگم سیفون ساک میزنی. به من میتونی بگی یه جوک همیشه دوباره یکم گفتم. ببین یه چیز بهت بگم، اینجا تو آمریکا توی های اسکول و توی دانشگاه وقتی ساکسیفون میزنی مثل همون لامبورگینی عمل میکرد، دخترها همشون عاشقت میشدن. چون که ذهن قوی داشتی. آره مثلا میگه یارو بیره حتما کارش. به چه چیزی افتخار میکنی؟ باید زیاد باشه فکر کنم مال تو اینت. به اینکه آدم سطحی نیستم، همین. یعنی حرف الکی تو کتم نمیره. دوست داری تو چه سنی و چه جوری بمیری؟ دوست دارم تو خواب بمیرم، سنشو واقعا نمیدونم. دوست دارم توی سنی باشم. آره شاید دوست دارم بچه‌ام چیز نباشن، یعنی زیاد بتونن از خودشون گلیمشون عذاب بکشن بیرون. ولی فکر کنم زیباترین و راحت‌ترین مرگ وقتیه که تو میخوابی و دیگه بیدار نمیشی بدون درد. من هر روز صبح که زنگ میزنم به بابام با ترس زنگ میزنم، چون میگم نکنه دیشب بوده، خیلی سخته. بعد این فیلینگو از مثلا 2002-2003 دارم، وقتی که ازشون جدا شدم فکر کنم 20-25 ساله، من هر دفعه هر روز فکر میکنم بابام امروز مرده. این انقدر احساس بدیه. 84. یعنی از مامان بزرگم 2 سال جوان‌تر سگ زاده. میگم اومده بودی ننه بزرگه رو بگیری، دیدی شوهر داره بچه‌شو گرفتی؟ شما شوهر دارین؟ او بعضا آره اومدم بچه رو بگیرم، چند سالش 17 که میبرم. فکر میکنی بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ هیچ.
من فکر میکنم نه آدم هیچ اتفاق نمیفته، بهشت تا جهنم و اینا همه کشک، ولی به ریکارنیشن اعتقاد دارم. حس میکنم که خیلی از ماها دوباره ممکنه به دنیا بیایم در قالب یه چیز دیگه، در قالب یه آدم دیگه، در قالب یه حیوان. من حتی حس میکنم گاهی وقتا سگ خیلی من دوست داشتم، حس میکنم این سگا یه زمانی آدم بودن. مگه میشه یه موجود اینقدر فهمیده باشه، اینقدر با عشق باشه؟ آره، ولی نه به بهشت اعتقاد دارم، نه به زندگی بعد از مرگ. اگه میتونستی یه قانون رو تو دنیا عوض کنی چی بود؟ این قانون مسخره قصاصی که تو ایران هست خیلی مسخره است. تو بدون چیز میزنی یه آدمو میکشی، بعد حتما تو رو بکشنه. اصلا کلا در تمام دنیا میدونی اگه ثابت بشه که تو یه نفر آدمو با اکسیدنت کشتی یا مثلا چیز بوده، اصلا چرا ما باید این اجازه رو بدیم که آدما رو بکشیم حالا به هر چیز؟ من موافقم، به هیچ دلیل هیچ چیزی نباید باشه. کاملا باید موافقم. آخرین سوال، بیشترین پولی که درآوردی چقدر بوده توی یک سال؟ بیشترین پولی که درآوردم میتونه از فروش چیز باشه، فکر کنم 8 میلیون دلار هم چیزی، یه چیزی فروختیم، همون بیزنس و این چیزامونو. آره ولی اینا رو نمیگم یه وقتی از آدمای از من خیلی گردن کردن. 8 میلیون دلار پولی نیست تو این چیز امروزی، ولی برای من توی اوایل 40 سالگی خیلی پول بود مثلا. خب برای منم خیلی پوله، فکر میکنم برای بکس هم که دارن این سفر نگاه میکنن براشون خیلی پوله. آقا هر کی براش خیلی پوله لطفا یه کامنت بذاره برای منم خیلی پوله. خودم نه قرار شد اینا رو نذاری. دمت گرم آقا، من واقعا لذت بردم با صحبت با، یعنی انقدر حال کردم، انقدر می‌خواستم راجع به ماشین حرف بزنم، خواستم ازت بپرسم کدومو دوست داری کدومو دوست نداری، نشونو بده، اصلا رحممون انقدر رفت تو چیزای دیگه اصلا به هیچ چی نرسیدیم. بهتر من عاشق مثلا دیروز با یکی مسابقه گذاشتیم، بعد با هم من نمیدونم اگه میدونم من کانسالتیشن دارم، مردم زنگ میزنن به من راجع به بیزنسشون ایناشون سوال میپرسن و من سعی میکنم ایرانی‌ها رو کنن قوی کنم، چون فاینانشلی ما خیلی ضعیفیم. مثلا من خودم 20 سال طول کشید بفهمم استاک این چی و نمیتونستم پیدا کنم، هیچ کدوم توضیح بده، واقعا سخت بود که کورسش هم داشتیم مثلا 8 تا ویدیو بود، تو لازم نداری 8 تا ویدیو نگاه کنی، کار 1 ساعته. حالا انیویز با یکی که حرف زدم خیلی آدم جالبی بود، قرار شد با هم ویدیو بگیریم. بعد این بنده خدا موضوع نوشته بود، به من زنگ زد که آره سوری من موضوع نوشتم و 3 تا موضوع دارم بشین ویدیو بگیریم. بعد ویدیو گرفتیم، بعد 1 ساعت و نیم که ویدیو تموم شد گفت آقا من حتی نتونستم موضوع رو بگم چی بود. خب خوبه سهیل، یعنی اینکه انقدر غرق بحث میشه آدم که اصلا یادش میره چی باشه، میدونی؟ و تو این استعدادو داری. بازم هی بیخودی بهت کردیت نمیدم، بچه باحالی هستی، امیدوارم که با هم دوست بمونیم، با هم صحبت کنیم. حتما. ولی این پتانسیل، یعنی این چیزو استعداد شما داری که میتونی با هر کسی شروع کنی گپ زدن و ادامه بدی. این خیلی مهمه. منم خودم همیشه سعی کردم، شاید این یکی از آرزوام بوده. اوایلش هم برای دختربازی بود. خب من گفتم چجوری این پسر میرن مرغ دخترا میزنن اینا. بعد فهمیدم که تو اگه چی میگن غالب باشی روی اون صحبتی که داری میکنی، مثلا شروع کن راجع به اسپانیا مثلا حرف زدن، یا میمونن. خب و همین مثلا من برای خودم هی شروع کردم تاپیک‌های مختلف، راجع به بیزنس یاد بگی، راجع به ماشین یاد بگی. یه آدم یه بعدی نداشت. بسیاری از مشکلات آدمایی هست که رو طرف دکتر خفنی هم هست، ولی قاد راجع به نمیدونم بیزینس یا استاک مارکت یا سفر، چرا؟ چون از صبح پا میشه 4 صبح میره بیمارستان تا شب برمیگرده. و من فکر کنم که این تک بودین شما، من اینو در شما دیدم که آدم یه بودی نیستی و خیلی راحت هم برقرار میکنی ارتباط رو، و من همین باعث شد که من خودم راغب بشم باتون صحبت بکنم، چون میدونستم که تاپیک زیاد خواهد بود راجبش صحبت کردن. واقعا ممنون از وقتی گذاشتی، مرسی که دعوت رو قبول کردی، مرسی از نهاد جون که شما رو دعوت کرد، یعنی واقعا مرسی که امروز اتفاق افتاد، خیلی حال کردم. من یه خورده کیفیت ویدیو داشت میرفت طرف پایین و من ناراحت بودم، دلم می‌خواست مهمون خوب بیاد و مهمون خیلی خفن داره میاد، از اون چیزی که من فکر می‌کنم داره بهتر میشه. واقعا برعکس گروه خودمون ممنون از شما که انتخاب کردید، وقتتون واسه ما بذارید 2 ساعت، ممنون. و اگه چیزی داری می‌خوای اضافه بکنی، پوینتی هست بگو، اگه نه که دیگه بچه‌ها رو بفرستیم برن حالشون خوب. نه مرسی از شما، امیدوارم که ویدیوهای خیلی خوبی ازت ببینم، امیدوارم که موفق باشی و همین کاری که دارین ادامه بده. دمت گرم آقا، مرسی از وقتتون، برعکس حالتون ببرین، هیچ کی لایک نکنه، سابسکرایب نکنین، هر کاری دلتون میخواد بکنین. قربونتون، بای. Sway.
اقتصادی.